خیلی پیام داره میاد که خواستگاری انجام شده و آشنایی به وجود اومده، ولی مثلا چهره هم دیگه خوششون نمیاد و النظر ولی اخلاق و کار و فلان خوبه. من احساس می‌کنم معیار چهره داره تو جامعهمون داره خراب میشه. من حتی فکر می‌کنم رفتیم تو قیاس این فضای مجازی و اینا انقدر نگاه میکنیم که حالا مثلا فلانی دقیقاً اولا که فیلترهای اینستاگرام و اصلا یادتون نره همینجا انقدر این فیلتر میذارن رو چهره‌ها که اگه واقعی خودشو ببینی اصلا نمیشناسی. دقیقاً همینطور. دختر جنابه مثل خدا من چرا این شکلی ام؟ کی میاد منو بگیره؟ دیدی؟ خودت چی آفریدی؟ اصلا وقت نذاشتی. اصلا خدا به همه قلمی دادی به من سالتی. تغییر دماغش. تستای روانشناسی شخصیت مشخص شده کسانی که از لوازم آرایش یا میکاپ‌های شدید زیاد استفاده میکنن ممکنه به اندازه شدتش دچار عقده‌های حقارت باشن، حس خود کمبینی داشته باشن.